بیش از 1800 روحانی پاکستان از جریان‌های مختلف اسلامی با نشر یک فتوا حمله انتحاری را عمل غیر اسلامی اعلان کردند. این روحانیان گفتند که از روی تعلیمات اسلامی بمبگذاری انتحاری ممنوع و حرام است. فتوای روحانیان روز 16 ژانویه در یک کتاب از جانب پرزیدنت پاکستان ممنون حسین و دانشگاه دولتی اسلامی معرفی شد. حسین در این کتاب نوشته است که این فتوا پایه قوی اعتدال را در یک جامعه اسلامی تأمین می‌کند. پاکستان 10 سالها باز از حمله‌های جنگیان اسلامی زجر می‌کشد. این گروه‌ها به جانبدارانشان تعلیم می‌دهند که حمله‌گر شهید جنگ مقدس حساب می‌شود. منقدان خارجی و داخلی حکومت پاکستان و نیروهای امنیتی این کشور را به همکاری با جنگیان اسلامی متهم می‌کنند و می‌گویند که پاکستان برای رسیدن به هدف‌های سیاسی و نظامیش این گروه‌ها را در افغانستان و هندوستان استفاده می‌کند.